بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین. سلام علیکم متعلمین عزیز، مانده نباشین. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ خیرت است؟ بیخی جور تیار هستین؟ خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. طبق معمول درس شیرین تاریخ را شروع میکنیم. خب فصل چهارم جلسه 57 عنوان درس ما است فروپاشی اتحاد شوروی. خب ما در این فصل یعنی در فصل چهارم کلا در مورد اتفاقهای بزرگی که در جامعه جهانی به وقوع پیوست در قرن حاضر معلومات پیدا میکنیم. یکی از اون اتفاقهای بزرگ خب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است که در این درس بیشتر میخونیم. خب ما در این درس راجع به عوامل داخلی فروپاشی اتحاد شوروی و همین قسم راجع به عوامل خارجی که باعث شد اتحاد شوروی از هم فرو بپاشه بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم. الف، عوامل داخلی. خب حاکمیت نظام مارکسیستی لنینیستی در اتحاد جماهیر شوروی قدیم از سال 1917 میلادی با پیروزی انقلاب کمونیستا در اکتبر شروع شد و در سال 1991 میلادی پایان یافت. یعنی 74 سال تمام در روسیه امروزی خب کمونیستا، نظام کمونیستی، نظام سوسیالیستی کاملا حاکمیت داشتن. سعی و تلاش بسیار زیاد کردن اینا در این مدت 74 سال که خب سوسیالیسم را در کشور اتحاد شوروی، در کشورهای در واقع اتحاد شوروی اینا به تحقق برسانند. اما باز هم نهایتاً در سال 1991 میلادی از هم پاشید. نظامشان، نظام سوسیالیستی اتحاد شوروی بر اساس نظریات طرفداران مارکسیسم استوار بود. خب شما متعلمین عزیز میدانید که مارکسیسم یا کمونیسم، مارکسیسم اصلا یک طرز تفکر و یک مکتب و یک ایده است که خب در شوروی یا روسیه امروزی هم اینها با این افکار به حاکمیت رسیده بودند و میخواستن که افکار و اندیشه های مارکسیستی را در اتحاد شوروی تحقق ببخشند که بالاخره پیروز نشدند. اما با تمام دوران تقریبا طولانی مدت یا 74 ساله‌ای که در نظام شوروی کوشش کردند که خب اینها ساختار فکری سوسیالیستی را در اتحاد شوروی تحقق ببخشند و کاملا پیاده بکنند، اما بازم نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اتحاد شوروی در برآوردن نیازهای مردم روسیه ناموفق بود. این موفقیت را پیدا نکردند که نیازهای مردم روسیه را با این طرز تفکر کاملا تأمین بکنند. خب نظریات مارکسیستی و روش انقلابی روسیه خب با تداوم فرهنگ سیاسی کنجا حاکم بود یک ترکیب ناهماهنگ را در اتحاد شوروی به وجود آورد که با هم هیچ گونه تقریبا همخوانی یا هماهنگی نداشتند. گرچه روسیه به یک کشور بزرگ نظامی، به یک ابرقدرت جهان در این زمان مبدل گشت در زمان حاکمیت نظام سوسیالیستی در اتحاد شوروی، اما خود نظام سوسیالیستی و سیاست‌های نظام سوسیالیستی اتحاد شوروی با خصوصیات فطری انسان کاملا ناسازگار بود و این ناسازگار بودن اندیشه و سیاست نظام سوسیالیستی اتحاد شوروی با فطرت انسانی بالاخره باعث شد که سرانجام نظام کمونیستی، نظام سوسیالیستی اتحاد شوروی به اضمحلال برسه و از هم فرو بپاشه. نظام سیاسی مقتدرشان، نظام سیاسی مقتدر که در اتحاد شوروی حاکم بود، اینا حزب کمونیست را به عنوان نماینده طبقه کارگر در اتحاد شوروی به قدرت رساندن. خب با تمام قدرت هم سعی میکردن که تمام مسائل را تحت کنترل قرار بدن، کنترل بسیار
شدید داشتند و برای این کار از ابزارهای گوناگونم، ابزارهای مختلفی که در دست داشتن و در اختیارشان بودم استفاده کردند و سعی کردند خب خیلی در این راستا تلاشای بسیار نمودن. سالیان بسیار طولانی یعنی 74 سال هم خب کاملا جامعه شرقی اتحاد شوروی، جامعه شوروی قدیم تحت سلطه حاکمیت نظام سوسیالیستی اتحاد شوروی قرار داشت. اما بالاخره اعتراضات مردمی کم کم شروع شد و نظام در مقابل اعتراضات مردم تاب مقاومت نیاورد. خب دیگرگونی های وسیع اجتماعی آغاز گردید، مخصوصا در ساختار اجتماع و طبقه بندی اجتماعی و روش های کهن اعمال شده توسط حزب سوسیالیست و حزب کمونیست اتحاد شوروی را کاملا زیر سوال برد و این موضوع در تحولات 1980 میلادی که در روسیه اتفاق افتاد بسیار مؤثر بود و این تحولات را در واقع میشه گفت تسریع بخشید و بالاخره در زندان بر روی ملیت‌های مختلف در این سالها در اتحاد شوروی بازگردید. خب نظام حاکم بر اتحاد شوروی که نظام سوسیالیستی بود کاملا تحت تأثیر نظریات رهبری کمونیسم بود، بخصوص لنین و استالین که دو تا از رهبران و از بنیانگذاران مکتب کمونیسم در جهان بخصوص در جهان شرق بود. خب اینا هم عکسایی که مربوط این دو تا رهبر شوروی است که میبینین، یکی لنین یکی هم استالین. خود همین نظام که گفتیم تحت تاثیر رهبری کمونیسم بخصوص افکار لنین و استالین شکل گرفته بود، خودش یکی از عوامل فروپاشی نظام سوسیالیستی شوروی گردید. چرا؟ چون گفتیم با فطرت انسانی سازگاری نداشت. خب نظامشان نظام بسیار نظام بود که بسیار در کنترل ادارات بسیار سخت میگرفتن، سختگیر بودن و همین قسم در کنترل تمام ادارات و در تمام مسائل اقتصادی تقریبا همه اونا مالکیت فردی را نفی میکردن و همه شعارشان این بود که مالکیت فردی معنا نداره و همه باید تحت مالکیت اجتماعی یا همون دولت قرار بگیره. بر همه چیز کاملا ادارات مسلط بود، کنترل اداریشان. و این موضوع که گفتیم اینا با مالکیت خصوصی مشکل داشتن و مالکیت خصوصی را نمیپذیرفتن و بر تمام مسائل خب اینا کنترل شدید داشتن، این باعث میشد که هر گونه ابتکار و نوآوری را از قشر پایین و متوسط جامعه بگیره. چرا؟ چون هیچ منافع قشر پایین جامعه و قشر متوسط جامعه هیچ منافع شخصی را اینجا برای خود حس نمیکردن. خب این تقریبا این کار بازم مغایرت داشت با فطرت انسانی و با خواسته های انسانی که خب این یکی از عوامل فروپاشی نظام اتحاد شوروی سوسیالیستی گردید. با اینکه اتحاد شوروی دستاوردهای صنعتی بسیار خوب داشت در صنعت، خصوصا در علوم نظامی پیشرفت‌های چشمگیر داشت، اما بازم نیازهای روزمره خود مردم را برآورده نتونستند و در این امر کاملا ناموفق بودند. از منابع اقتصادی بزرگ و قوای انسانی وسیعی که دولت شوروی و نظام سوسیالیستی شوروی در اختیارشان داشت بیشتر در بخش نظامی و جنگی استفاده میکردن. خب این موضوع باعث شد در داخل از طرف دیگه فشارهای آمریکا از بیرون که خب سعی داشتن در رقابت که با اتحاد شوروی داشت که در ادامه درس بیشتر توضیح میتیم. خب فشارهای آمریکا و همین قسم ترس از بیگانگان توسط مردم اتحاد شوروی در داخل جامعه روسیه، خب این ترس تقریبا در داخل جامعه روسیه بین مردم ریشه دوانده بود و این باعث شد که خب نارسایی های داخلی را به شکل افراطی اینا کتمان بکنن و
پوشیده نگه دارن و از خیلی مسائل و اتفاقاتی که میافتاد روابط مردم با کشورهای خارجی قطع باشه و اینا خیلی از مسائل را کاملا پرده پوشی بکنن. گورباچوف، عکسی که میبینین متعلق به گورباچوف است. گورباچوف آخرین رئیس جمهوری نظام سوسیالیستی اتحاد شوروی بود. خب نظام فدرالی اتحاد شوروی رو براتون توضیح بدم که یک نظام فدرالی بود دارای 15 تا جمهوریت بود که همشون جمهوریت‌های شوروی، مثل جمهوری ازبکستان شوروی، جمهوری تاجیکستان شوروی. به هر حال نظام فدرالی که در شوروی حاکمیت داشت، اینا ادعا داشتن که تمامی حقوق ملیت‌ها بر اساس این نظام فدرالی کاملا رعایت میشه، اما در عمل چنین نبود و وجود تبعیض در عمل باعث نارضایتی های مردم میگشت و این نارضایتی ها کم کم تبدیل به نارامی در بین ملیت های مختلف گردید. زمانی که گورباچوف به عنوان رئیس جمهور اتحاد شوروی انتخاب شد، گرچه خیلی سعی و تلاش کرد که اصلاحات جدید را به اجرا بگذاره، اما بازم موفق نشد و این گونه بود که به تدریج زمینه‌های فروپاشی نظام سوسیالیستی در اتحاد شوروی کلاً به وجود بیاید و بالاخره در پایان سال 1991 میلادی بعد از 74 سال حاکمیت نظام سوسیالیستی در اتحاد شوروی از هم فرو پاشید. نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شوروی با عدم توفیق و پیروزی به تطبیق و تداوم سیاست‌های سوسیالیسم در اتحاد شوروی روبرو گشت و موفق نشدند و بالاخره اتحاد شوروی از هم فرو پاشید. خب عوامل خارجی که در فروپاشی اتحاد شوروی نقش داشت چی بود ببینیم. خب بعد از اینکه جنگ جهانی دوم خاتمه پیدا کرد، جنگ سرد بین قدرت‌های بزرگ دنیا آغاز گردید. چرا جنگ سرد آغاز گردید؟ چون بعد از جنگ جهانی دوم دیگه جنگ خاص و جنگ بزرگ بین قدرت‌های بزرگ در دنیا به وقوع نپیوست. جنگ در واقع گرم یا جنگ‌های رو در رو جایش واگذار کرد به جنگ‌های سرد و جنگ‌های تبلیغاتی کشورهای بزرگ در مقابل هم. خب بعد در جنگ‌های تبلیغاتی و جنگ سرد علیه هم هر روز اینا در واقع یک مسابقه تسلیحاتی مثل یک مسابقه تسلیحاتی با وجود آمده بود و هر روز هر کدام کوشش میکرد که سلاح‌های جدیدتر و مخربتر را تولید بکنن و اینا را اعلان بکنن. دول غربی که در رأس آن ایالات متحده آمریکا قرار داشت، تبلیغات بسیار گسترده را علیه نظام کمونیسم شروع کرده بود. چرا؟ به خاطر که از انتشار نظام کمونیسم در سطح جهان اینا بتونه در داخل اتحاد شوروی یا در جغرافیای اتحاد شوروی کاملا جلوگیری بکنه که دیگه اینا در سطح جهان گسترش پیدا نکنه. اگر یادتون باشه در درس‌های قبلی در رابطه با جنگ جهانی هم که بود خواندیم که یکی از توافقات ژاپن با ایتالیا جلوگیری از انتشار کمونیسم بود. خب بعد اینا سعی داشتن که نظام کمونیستی اتحاد شوروی را به هر رقم است، با هر قیمت است سعی کنن در داخل جغرافیای اتحاد شوروی نه تنها نگه دارن بلکه تخریب بکنن. از عوامل دیگر فروپاشی اتحاد شوروی رقابت‌های کیهانی بود که خب ساخت و پرتاب هر سفینه‌ای که اینا در فضا پرتاب می‌کردن تقریباً میلیاردها دلار آمریکایی خرج برمی داشت و این هزینه ها برای اتحاد شوروی که از اقتصاد ضعیفتر برخوردار بود بسیار سنگین بود و پرتاب هر قمر مصنوعی برای اتحاد شوروی بسیار از نظر اقتصادی مشکل تمام می شد. از عوامل بزرگ و مؤثر دیگر فروپاشی اتحاد شوروی اشغال افغانستان بود که شوروی ها آمدن افغانستان وطن ما را هم اشغال کردن در سال 1978 میلادی. خب اتحاد شوروی قدیم آمد وارد افغانستان شد، رسما نیروهای نظامیشان وارد کشور عزیز ما گردید به نیت این که افغانستان را هم اشغال بکنن، اما با مقاومت شدید و جانانه مردم افغانستان روبرو گشتند.
شوروی ها این گونه فکر نمیکردن. برداشت شوروی ها یا پیش بینی شوروی ها از اشغال افغانستان این گونه بود که جنگ در افغانستان زیاد به درازا نمیکشه. همون قسمه که در کشورهای آسیای میانه موفق شده بودن مثل تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و کشورهای شمالی افغانستان که به طرف جنوب اتحاد شوروی کشورگشایی کرده بود تا رسیده بود به مرزهای افغانستان. خب او کشورها را هر کدام را تقریبا در بعد از یکی دو سال موفق شده بودن که اشغال بکنن و او کشورها را تبدیل به امنیت بسازن. اینا اینطوری فکر میکردن که در افغانستان هم میتونن همین سیاست را پیاده بکنن و این جنگ شاید زیاد به درازا نکشه. اما جنگ افغانستان به درازا کشید. نه روس‌ها تنها اتحاد شوروی و نیروهایش در افغانستان موفق نشد که افغانستان را کاملا اشغال بکنه و امنیت بسازه به نفع خودشون، بلکه شکستشان از افغانستان شروع شد و در افغانستان سخت شکست خوردن. یکی از علتهای شکستشان در افغانستانی بود که خب افغانستان و مردم افغانستان و ملت افغانستان و تقریبا تمامی دولت‌های اسلامی و دولت‌های غربی در جنگ در مقابل نیروهای اتحاد شوروی کمک میکردن. چرا کمک میکردن؟ پیشتر توضیح دادم که خب کشورهای غربی که در رأسشون ایالات متحده آمریکا بود میخواستن که اینا از انتشار کمونیست جلوگیری بکنن، اینا را داخل خود جغرافیای اتحاد شوروی همونجا محصور بسازن. به این خاطر مردم افغانستان را اینا خب کمک میکردن. کشورها و دولت‌های اسلامی هم کمک میکردن و کمک های اینا و جنگ مردم افغانستان و مقاومت جانانه مردم افغانستان از نظر اقتصادی هم به کشور اتحاد شوروی بسیار سنگین تمام شد و این جنگ ها برای اتحاد شوروی بسیار هزینه های سنگین در بر می گرفت. این گونه شد که خب اقتصاد ضعیف اتحاد شوروی روز به روز در جنگ های افغانستان ضعیفتر گردید. از عوامل دیگر که اینها در افغانستان شکست خوردن و بعد در صحنه بین الملل و جهان شکست خوردن چی بود که تلفات جانی و مالی که در افغانستان نیروهای اتحاد شوروی داشت. چرا؟ چون جوانان که در افغانستان کشته می شدن جوانان اتحاد شوروی که از کشورهای مختلف و از جمهوریت‌های مختلف شوروی تشکیل شده بود. اینا وقتی که وارد افغانستان می شدن در مقابل مردم افغانستان برای اشغال افغانستان و امنیت ساختن افغانستان، وقتی با مقاومت مردم افغانستان روبرو می شدن خب کشته می دادن، معیوب می شدن. خیلی از اینها یا کشته می شد یا مثلا معیوب می شدن، دستشان قطع می شد، پایشان قطع می شد و این باعث خشم و تنفر مردم اتحاد شوروی یعنی خانواده ها و به هر حال مردم اتحاد شوروی از نظام سوسیالیستی شوروی می شد که چرا ما جوانان ما باید در کشور افغانستان یا کشته شود جسدش برگرده یا هم معیوب برگرده، بدون دست برگرده، بدون پا برگرده یا مثلا از جاهای دیگه مجروح شون برگردن. اینا چون با این موضوع اساسیت نشان میدادن و این گونه از دولت شوروی و از نظام سوسیالیستی شوروی میخواستن که نیروهای خود از افغانستان خارج بکنن تا از این موضوع اونا هم راحت شوند. بالاخره ارتش شوروی در افغانستان شکست پذیرفت و در افغانستان شکست خورد و در فوریه سال 1989 میلادی از افغانستان خارج شدند. خب وقتی از افغانستان خارج شدن دیگه فروپاشی اتحاد شوروی تقریبا کاملا مهیا شده بود. شکست در افغانستان و خارج شدن از افغانستان و فروپاشی اتحاد شوروی چندان فاصله زمانی زیاد در بر نداشت. عوامل داخلی و خارجی اینها همه دست به دست هم داد و یک بستر مناسب را برای فروپاشی نظام سوسیالیستی اتحاد شوروی به وجود آورد. با وجود تمام تلاش ها و مساعدت هایی که نظام حاکم سوسیالیستی در طی 74 سال حاکمیت در اتحاد شوروی انجام دادن، بازم موفق نشدن که از فروپاشی این نظام جلوگیری بکنن. سرانجام بعد از حاکمیت 74 ساله کمونیستا در اتحاد شوروی بالاخره نظام اتحاد شوروی از هم پاشید و جمهوریت‌های پانزدگانه‌ای که عضو اتحاد شوروی قدیم بود با متلاشی شدن نظام اتحاد شوروی اینا هر کدام
کم کم اعلان استقلال کردند. همونطوری که در درس‌های گذشته خواندیم که زمانی که در سال 1991 میلادی نظام سوسیالیستی اتحاد شوروی از هم فرو پاشید، خب کشورهای آسیای مرکزی از جمله مثل ازبکستان، مثل تاجیکستان، مثل قرقیزستان، مثل ترکمنستان، اینها همه اعلان استقلال کردن. خب به پایان درس رسیدیم عزیزان. این ببینین نقشه اتحاد شوروی قدیم است که گفتیم دارای 15 تا جمهوریت بود. به اساس شماره اینجا معرفی شده. خود روسیه امروزی که شماره 11 است ببینین جزء از اتحاد شوروی قدیم بود. کشورهای ارمنستان یعنی جمهوری ارمنستان شوروی اینگونه میگفتن، جمهوری آذربایجان شوروی، بلاروس، استونی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، لیتوانی، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، اینا 15 کشور بود که 15 جمهوری در واقع اتحاد شوروی را تشکیل میدادند که بعد از فروپاشی همه اعلان استقلال کردند و هر کدام به صورت مجزا تبدیل به یک کشور مستقل گردیدند. خوبی هم نقشه افغانستان است که گفتیم روس‌ها از شمال ببینین آمده بود تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان اینا را اشغال کرده بودند و جزء اتحاد شوروی قرار داده بودند، وارد افغانستان شدند و این گونه پیش بینی می‌کردند که افغانستان را به کمترین زمان جنگ افغانستان هم به پایان برسه و افغانستان هم عضو از اتحاد شوروی قرار بگیره، یکی از جمهوری‌های شوروی قرار بگیره که به این آرمانشان نرسیدن و در کشور ما سخت شکست خوردن. خب به سوالات درس رسیدیم عزیزان. دقت کنین انقلاب اکتبر روسیه در کدام سال به وقوع پیوست؟ بله در سال 1917 میلادی که سوسیالیست‌ها یا دولت کمونیستی یا دولت سوسیالیستی در شوروی حاکم شد. سوال بعدی نظام سوسیالیستی شوروی در کدام سال فرو پاشید؟ بله نظام سوسیالیستی شوروی در سال 1991 میلادی بعد از 74 سال حاکمیت از هم فرو پاشید. سوال بعدی در دهه 1980 میلادی کدام تحولات در اتحاد شوروی اتفاق افتاد؟ بله طبقه بندی اجتماعی و روش‌های کهن فردی حزب کمونیست تحولات دهه 1980 میلادی در شوروی را تسریع بخشید و بالاخره دروازه زندان ملیت‌ها بازگردید. سوال بعدی نظام شوروی چند سال دوام نمود و شامل چند جمهوریت فدرال بود؟ بله نظام شوروی سوسیالیستی 74 سال دوام کرد و شامل 15 تا جمهوری فدرال بود. سوال بعدی جهاد ملت مسلمان و سلحشور افغانستان در سقوط و فروپاشی اتحاد شوروی و کمونیسم بین المللی چی نقش ایفا کرد؟ بله جهاد مردم افغانستان نقش عمده ای را در فروپاشی اتحاد شوروی داشت، چون اقتصاد شوروی را زیاد ضعیف ساخت. تلفات جانی و معیوب شدن جوانان شوروی باعث خشم و تنفر مردم شوروی از نظامشان گردید و خواستار اخراج قوا از افغانستان شدند. بالاخره شوروی ها در افغانستان شکست خورده و از افغانستان خارج شدند که این موضوع در اضمحلال شوروی در جامعه جهانی و سطح بین المللی نقش بسیار برازنده داشت. خب به نمونه سوالات کنکور رسیدیم عزیزان. دقت کنین. سوال اول از نمونه سوالات کنکور: اتحاد شوروی در کدام سال افغانستان را اشغال کرد؟ 1978 میلادی، 1954 میلادی، 1966 میلادی، 1970 میلادی. کدامش درست است با هم میبینیم. بله گزینه اول 1978 میلادی جواب صحیح سوال است. سوال بعدی: اتحاد شوروی بالاخره در جنگ افغانستان شکست خورد و در ماه فوریه این سال از افغانستان خارج شدند. گزینه‌ها را با هم می‌بینیم. گزینه اول 1990 میلادی، گزینه دوم 1989 میلادی، گزینه سوم 1985 میلادی، گزینه چهارم 1980 میلادی. کدام گزینه صحیح است؟ جواب صحیح را با هم می‌بینیم. بله گزینه دوم 1989 میلادی جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی: نظام سوسیالیستی شوروی بعد از چند سال در 1991 میلادی فرو پاشید؟ گزینه‌ها را با هم می‌بینیم. گزینه اول
بعد از 82 سال، گزینه دوم بعد از 78 سال، گزینه سوم بعد از 74 سال، گزینه چهارم بعد از 70 سال. کدام گزینه جواب صحیح است؟ جواب صحیح رو با هم میبینیم. بله، گزینه سوم 74 سال جواب صحیح سوال است. خب رسیدیم به قسمت فعالیت‌هایتان. عزیزان دقت کنین. بخش اول فعالیتتان راجع به ماهیت نظام سوسیالیستی شوروی بیشتر تحقیق کنید. بخش دوم فعالیتتان در مورد علل فروپاشی اتحاد شوروی معلومات نموده و توضیح دهید. بخش سوم فعالیتتان راجع به شکست شوروی در افغانستان تحقیق کنید. ببینید عزیزان که هم قدرت بزرگ یا ابرقدرت بزرگ دنیای اون زمان یعنی بریتانیای کبیر یا انگلستان امروزی در افغانستان شکست خورد. اولین شکستش از افغانستان شروع شد و بعدها در منطقه گسترش پیدا کرد. هم اتحاد شوروی با شکست در افغانستان شکستش آغاز شد و کشورهای دیگه هم کم کم اعلان استقلال کردند و در سال 1991 میلادی کاملا اتحاد شوروی از هم فرو پاشید. خب قسمت چهارم خلاصه درس را توضیح دهید و قسمت پنجم یا آخرین بخش فعالیتتان برای آمادگی بهتر درس بعدی را از روی کتاب پیشاپیش بخوانید و کلمات جدید و مشکل آن را نشانی نمایید. خب متعلمین عزیز خسته نباشین. تا جلسه بعد همتان به خدا مسپارم. به امان خدا. خدا نگهدار.